خوب است همه بدانند که شورای امنیت در شروع حمله عراق که در جبهه‌ای به عرض 1000 کیلومتر واقع شد هیچ عکس العملی نشان نداد. ارتش عراق ظرف یک هفته مرزهای بین المللی را در نوردید و در برخی از نقاط تا عمق 70 80 و 90 کیلومتر پیش رفت و در اون مستقر شد و چنان که برخی از سران عراق گفتند با این نیت که هرگز از اون خارج نخواهد شد. تنها پس از این بود که اولین قطعنامه شورای امنیت صادر شد 28 سپتامبر 1980. این قطعنامه نه به تجاوز اشاره کرد، نه به اشغال و نه به بازگشت به مرزهای بین المللی را و نه بازگشت به مرزهای بین المللی را لازم شمرد، بلکه به جای این همه با کمال تعجب طرفین را به عدم توسل بیشتر به زور دعوت کرد. این عبارت در حقیقت از آنچه تا آن روز توسط قوای قهریه عراق تصرف شده بود چشم پوشی میکرد و فقط از او میخواست بیش از آن پیشروی نکند و از ایران نیز میخواست که از جنگ برای عقب راندن متجاوز خودداری کند. این اولین اقدام شورای امنیت بود که در آن وظایف